من بعد از برد تیراختو Mənə eşqilatı danışmasan götür kəsərəm. Kaça kaça dalınca gələrəm öpüş alınca bir sırtık olanam ki Ola burada istəb tutsan bu qolun metrajı 50.000 kirayəsidir. Bərəkanla elə soxdu özü qopdu. Eşq olsun sənə. شما نشون بده به من اینجا پاشو بیخ کشالت کجاست. من بیخ کشالمه. من شما تو دم امیر قلعه‌نویی هم گم که همه جوره پشتمون بوده حمایتمون کرده تو رنکینگ هم دیدیم اومدیم رنکینگ 19 هم نشون میده آقای قلعه‌نویی خیلی خوب کار کرد. ای کلوچه ای آشنا خود ای باشعور ای پامادور ای ماتادور ای نبات ای نوچوفسکو ای جیگر ای قربونت برم. و بخشی الان شما داری چه وکنی؟ من پاچه خاری بکنم. چرا؟ آخه من دیدم تو پاچه خاری بکنی گفتم حتما یه چیزی بشه تو پاچه خاری اینو بکنی. خب منم بکنم دیگه. هیچی نشد. همه پرسپولیسیان با افتخار میگم همه دنیا پرسپولیسی هستن و ایران گذشته. بابا نکشین گند مزخرفات اینا قاطی داره. ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو. قطعا حتی خود پرسپولیس لذت نبرده از اون جام هایی که برده و بدون برگزاری مسابقه. یه سال که استقلال اصلا شرکت نکرد تو بازی سوپر جام، اونم دنبال بهانه میگشتن مسئولان برگزاری که کلا جام برگزار نکردن. این اصلا این جامی که میتونه ویترین فوتبال یک کشور باشه به یک جام همینجور باری به هر جهتی که هر وقت دلشون خواست هر وقت تقویمشون جای خالی داد برگزار کنن. خیلی هم جام گرفتید با پرسپولیس، بیشتر از 20 تا. آقا جامای اون موقعی که الان اینا همه میگن جامایی بود امیریه میخرید 150,000 تومان. تو موزه نباید بره. دو سه تا 4-5 تا خونه ما